از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. این صدای دل عاشقترین شاعر و شاعرترین عاشقی ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس خواجه حافظ است که از آغوش قرنها یا از دوری قرنها به گوش ما میرسد که واقعا هم از صدای سخن عشق یادگاری بهترین نیست. و چنین صدا، چنین نوا که سرشار از عشق بود، هم عشق زمینیه که ما و شما قریب همه اون عشق میورزیم و هم اون عشق الهیه که در ورزیدن آن یا دیر میکنیم یا نمیفهمیم یا درک نمیکنیم یا نصیب ما نمیشود. همین صاحب عشق که صدایش واقعا به این عشق توأم بود، شادروان دمیربگ عالیموف بود که امروز از روزی درگذشتش رسای اکسالپور می شود. محض همین سنه 5 فوریه او را از ما بود و ما هر سال اینک دیگر او جسمان با ما نیست، هر سال همین سنه را بدون حضور او جشن میگیریم. البته شما شاید سوال میدید که چرا جشن میگیریم، چرا امروز نمیگیریم؟ زیرا که دمیربگ از خوشبختترین جوانان یا از خوشبختترین انسان سیاره بود که مرگ را اون زمان لبیک گفت، به صدای اجل اون زمان لبیک گفت که وای در این دنیا رسالتش را اجرا کرده بود، بدل دیده راه یافته بود، نیکی ورزیده بود، خیرخواهی کرده بود، فرزندان نیک داشت و پدر و مادرش تا جایی که توانست نیکی کرده بود و مهمتر از همه محبت مردم سزاوار شده. ما به افتخار امروز که 1 سال از درگذشتش پر می شود خواستیم که چون گفتیم جشن است، چون وای به صدای مرگ لبیک گفت، این هم یک تقدیر نصیبی وای بود، این جشن وای بود، چون وای به حق پیوست، با آفریدگارش پیوست و ما هیچگاه فاجعه نمیگوییم و ما در همین روز توانستیم که به هدف ما رسیم و درباره وای کتاب نشر کنیم با نام آه آهنگ. آه آهنگ شما میبینید یک کتاب بسیار هم نازنین در حجم 288 صفحه است و وقتی که ما 5 ماه قبل از این به مرتب کردن فراهمسازی این کتاب آغاز کردیم، هیچ گمان نمی‌کردیم که کتاب تا به این حد پر از مطلب ها، مرثیه ها، شعرها و مهمتر از همه مقاله های بسیار بنیادی صنعتکاران، از همه مهم صنعت شناسان و یار و دوستانش میشد. کتاب از طرف نشریات ایرگراف چاپ شد و این اولین نسخهش همچون مژده همچون پیام است و من باور دارم که دوستان شما در حق این برادر دعا میکنید، پروردگار جویش رو روضه رضوان کرده باشد و من بسیار میخواستم که آماده شوید. باز یک مژده دیگر میرسونم به جز از این کتاب که 20 مارت شب روز نوروز میشود، نوروز عالم افروز. فکر میکنم معرفی کتاب در وطنش در غانچی یا شاید در ولایت سوخ در یگان مرکز یگان فرهنگی یا مرکزی هنری شاید معرفی این کتاب برگزار شود، چون 20 مارت در روز نوروز دمیربگ ارمغان نوروز، یگانه فرزند ارمغان نوروز برای پدر و مادرش بود که تولدش 20 مارت راست میاد. ما تا اون روز انتظار میشویم و از همتون دعوت میکنیم آماده شوید که معرفی که اعلان شد مؤلفان، چون الکی در نوشته که ما همراه این کتاب در فیسبوک گذاشتیم الکی روی خطی مؤلفان هستند، مؤلفان یارو دوستان صنعتکاران سراینده ها آماده شوند که فکر میکنم یک معرفی کنیم تا روحش بیشتر شاد شود و ما و شما کمترین ثواب اگر برسد وگرنه همه این تلاش های ما تنها به خاطر شاد کردنی روح او است و حقا که استاد لایق فرمودند تو گفتی ما زمین و آسمانیم، تو گفتی ما زمین و آسمانیم، تو گفتی صاحبی کون و مکانیم، ولی ما رفتگان را یاد ناریم، ولی ما مردگان را یاد ناریم، بدون که مرده تر از مردگانیم. سلامت باشید.